بعد دومی سوال همین که بسیاری هم بین همین کارو نفهمی شد. بعد از خواندن نمازهای سنت چگونه ترک کردن نماز رو میفهمونید؟ من از استودیا خارج میشم یا برادران دارم. بعد نماز سنت چی میگوید؟ بعد خواندن نماز سنت چگونه ترک کردن؟ بعضی آدما ذکر میکنن میشینن همینجا کم شرح میدونید. مسئله بعد سنت چیکار کند؟ اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرضها را بعد فرض ذکرها را میکردند. ذکرهایی که کرده شدن گاه ها مثلا آدمایی میپرسیدند که بامداد باشد، خاصتا یگان کس خواب دید، اگر خوابش گوید تعبیر میکردند، یا یگان حادثه شده باشد یگان کس سوال دهد جواب میدادند، یگان چی گفتنی باشند میگفتند. اگر که هیچی گفتنی ندارن ذکراشون تمام کردن خیسته خانه‌شان می‌دارن و سنت میخواندن در خانه‌شان. بعد نماز ویتر یا دعا آمدگی است، اون شرح دادیم در مسئله تیوی هم علاوه کردن که ذکری بعدی ویتر. اما بعد سنت نماز سنت که خواندید خیلی شما دیگه اون سنت هم اجرا کردید، دعای و ذکرهای کردید دیگه، چون میخیزید میبرید کوچه یگان کارتون نمیکنید. آخر هیچ چیزی وارد نشده است که بعد سنت خواندن با این کارا گفتگی چیز نمیدونم. یگان کسی داند آگاه کند که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد سنت خواندن این دعای میکردن گفته گوید. این خیلی چیز من نمیدونم.